وقتتون بخیر. ممنونم از اینکه همچنان دارید این داستان رو دنبال میکنید. خیلی از شماها پیغام های محبت آمیز دادید، ازتون تشکر میکنم. ممنونم که با این پیام هاتون شورانگیزه من رو بیشتر میکنید برای ادامه این داستان. میخوام که ازتون خواهش بکنم اگر لذت میبرید از این مجموعه رو به دوستان دیگتون هم معرفی بکنید. بدون وقفه بریم سراغ پارت بعدی. داستان پر، پارت 9. باز هم برای پیدا کردن اتاق کوشش کردم، ولی بی نتیجه. مثل این که جای مناسب در قسمت‌های آباد شهر نیز پیدا نمی‌شد. اگر هم می‌شد، من جرأت نداشتم آن را به جایی هدایت کنم که خواه و ناخواه با یک عده جوان روبرو شود و این جوانان زیبایی خیره کننده او را ببینند. به علاوه او میبایستی در یک جایی زندگی میکرد که من بتوانم او را ملاقات کنم. در هر محله یک نقصی از این حیث وجود داشت. مجدداً به ملاقاتش رفتم. پشت میز نشسته مشغول دوختن یک پارچه به رودری بود. وقتی که مرا دید بلند شد و خیاطی را به کناری گذاشت. به او گفتم که از جستجو نتیجه ای نگرفتم. بالاخره مثل این که بهتر از همینجا بماند. من جای مناسبی پیدا نکردم. سری تکان داد و گفت من 4 اتاق در اختیار دارم. بهتر است که این ماه، یعنی بعد از 1 هفته، 2 تا از اتاقها را خالی کنم. فکر نمی کنید این بهترین طریق باشد و کرایه 2 اتاق را در صورتی که کار کنم با آسانی می توانم بدهم. می توانی کار پیدا کنی؟ بله آقا. بسیار بسیار خوب. دیگر لازم نیست جستجو کنم. این نظریه خوب است. و این محله گرچه محله کثیفی است ولی با موقعیت تو خوب است. از این حرف چشم در هم کشید. گفتم ولی خانه زیبایی است، البته قدیمی و کهنه و شاید هم پر از ارواح. ارواح؟ از این حرف ها نزنید. مرا متأثر می کند و من نمی خواهم غمگین باشم. نه، بگذارید بخاری را آتش کرده و سوپ را گرم کنم. شام بخوریم و خوشحال باشیم. بیایید اینجا پهلوی من روی زمین بنشینید و سوپ را به هم بزنید. اینطور. و نگذارید گرفته و دلتنگ باشیم. من در کنارش زانو زده و پاتیل را گرفته مشغول به هم زدن شدم. من می توانستم بازویم را دور شانش بگذارم. بسیار ساده و طبیعی بود و با اینکه آرزو داشتم این کار را نکردم. تمام ذرات وجودم می‌خواست که او را لمس کنم، ولی خودداری کردم. من با خود عهد کرده بودم که قدمی برای نزدیکی یا صمیمیت بیشتری بر ندارم و وجدان خود را ناراحت نکنم. پس همانطور سوپ را به هم می زدم. ضمناً برای اینکه چیزی گفته باشم پرسیدم بگو ببینم قبل از اینکه اینجا بیایی کجا زندگی می کردی؟ او همیشه با رغبت به سوالهای من جواب می داد. من اصلاً در انگلستان متولد شدم، در یکی از دهات، ولی فقط برای 1 سال آنجا بودم. مادرم اهل وینه بود. اسم مادرش را نگفت. من هم نخواستم بپرسم، ولی از این حرف که خوردم، چون من تمام وقت تصور می کردم که او فرانسوی است و حالا معلوم می شود که اهل وین می باشد و این موهای طلایی و ظرافت و طنازی را از این مادر به ارث برده است. پدرم انگلیسی بود. وقتی طفلی بیش نبودم پدر و مادرم به وینه رفتند تا از پدر بزرگ و مادر بزرگم دیدن کنند و همانجا ماندند. من هنوز بچه بودم که جنگ جهانی شروع شد و ما را خانه خراب کرد و شهر قشنگ ما را از بین برد. آقا، ما معنی گرسنگی و بدبختی را در وین فهمیدیم. پدرم ما را ترک گفت و به انگلستان آمد و به ارتش ملحق شد، ولی مادرم نخواست در آن موقع وطن خود را ترک کند. پس از 3 سال، وقتی که من 12 ساله بودم، پدرم در جنگ کشته شد. ما با پدر بزرگ و مادر بزرگ در حالی که در بساط نداشتیم در وین ماندیم. پدر بزرگم و مادر بزرگم در منتهای فقر و بدبختی فوت کردند. میگویند مادر بزرگم در جوانی فوق‌العاده خوشگل و زیبا بود، یک زیبایی توأم با اصالت و نجابت. من و مادرم منتهای فقر و گرسنگی و تنگ دستی را دیدیم تا اینکه جنگ پایان یافت و سعی کردیم به انگلستان برگردیم
ولی مادرم در پاریس ماند. آنجا یک نفر به مادرم علاقمند گشت و مادرم ماندنی شد. آن شخص خیلی میل داشت با مادرم ازدواج کند، ولی متاسفانه زن و بچه داشت. سپس مادرم مبتلا به مرض سختی شد و او هم فوت کرد و آن آقا چنانچه خودش اظهار می داشت به خاطر مادرم مرا به مدرسه فرستاد و پس از آن 1.5 سال برای اولین بار به من اجازه دادند که تعطیلات را در منزل یکی از رفقای هم مدرسه خود بگذرانم. و در آن تعطیلات بود که با مردی که بعدها با وی عروسی کردم آشنا شدم. در اینجا ظرف سوپ را گرفت، در کاسه ها ریخت و روی میز گذاشت و نان را به 2 قسمت تکه کرد. نصف آن را به من داد و در حالی که سوپ خود را به هم میزد چنین ادامه داد: مردی که با او عروسی کردم از فامیل متوسطی بود، هم از حیث نژاد هم از حیث تمول. ابتدا منزلی در قسمت غربی شهر گرفتیم، ولی چون گران بود 1 سال قبل به دینجا نقل مکان کردیم. اما آخر پدرتان، شما هیچ قوم و خویشی ندارید؟ نه خیر. به نظرم چنین رسید که این انکار با نهایت عجله ادا شد. مادر من آقا از نژاد بسیار اصیلی بود و با این مرد انگلیسی که پدر من باشد اعتماد کرد، ولی با اینکه او فریفته مادرم بود به وظیفه خود عمل نکرد. میفهمید چه میگویم؟ نه، چطور؟ او خیلی آزاد فکر میکرد و میگفت قید و بند زناشویی برای چه؟ عشق کافی است. البته در دنیای صلح و آرامش شاید عشق کافی باشد، اما بعد در تحولات و بدبختی ها نه. آیا پولی به ارث برای تو مادرت باقی نگذاشت؟ او خیلی جوان بود، سرمایه هم داشت، البته نه خیلی زیاد، ولی خوب، به قدر کافی داشت و به رسم و تشریفات اهمیت نمیداد. بنابراین وصیت‌نامه هم ننوشته بود. وقتی که مادرم میخواست به انگلستان برگردد، به این نیت بود که ببیند آیا چیزی برای ما گذشته تا ما را از گریبان فقر نجات دهد یا نه. او هم عمرش وفا نکرد و مرد. بعدها برنارد یعنی شوهرم کوشش کرد، جستجو نمود و اگر هم فامیل پدرم به حرفش گوش میکردن که یقین دارم چنین نمیکردن، چیزی در بین نبود. همه در جنگ از میان رفته بود. این بود داستانی که ماویس برایم گفت. اما نکته جالب توجه این بود مادر او که از فامیل اصیل و نجیبی بود چگونه بدون قید و شرط خود را تسلیم آن جوان انگلیسی کرده بود. پدر و مادر در وینه همدیگر را دیده و به انگلستان فرار کرده بودند و در نزدیکی لندن در یک خانه دهقانی منزل کردند. کسی آنها را نمیشناخت و نمیدانست او زن شرعی پدرم نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگم بعدها او را بخشیدند و در وینه شنیدم که دوستان مادرم خیال می‌کردند که مادرم با پدرم ازدواج کرده است. بنابراین رسوایی به بار نیامد. پدر بزرگ و مادر بزرگ من و مادرم را به حد پرستش دوست داشتند و ما خیلی خوشبخت بودیم. اوه خیلی. اما خانواده شوهر شما چطور؟ سرش را به علامت نفی حرکت داد. سرمایه مادر و پدری و شوهرم همه در جنگ از دست رفت. در اینجا با دستهایش حرکتی نمود. کمی شانه ها را بالا انداخت و چشم ها را به من دوخت و گفت: و بدین نحو افتخارات و جاه و جلال ما از بین رفت. چه چشم های یک خدا، چه چشم های بانفوذی. حالا میبینی چرا من هر دستی که به سویم دراز شود نمیتوانم با آسانی بپذیرم. انسان مجبور است محتاط باشد و برای هر قدمی، هر تصمیمی تعمق نموده بسنجد. نمیدانم چرا آنقدر خودم را در مقابل او کوچک و حقیر احساس می کردم و نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم، ولی چنین تصور کردم که مرا در ترازوی امتحان گذارده و ظاهر امر را قابل قبول دانسته است. چون در اینجا ناگهان دستش را به تندی روی میز به طوری که کف دست رو به بالا بود گذارد. دستهای کار کرده ولی ظریف و دوست داشتنی. این دست دوستی بود که به سوی من دراز شده بود. فوری دستم رو روی دستش گذاشته و انگشتان ظریفش دور دستم حلقه زد. آن را محکم گرفت و برای اولین دفعه به رویم تبسم کرد. تبسمی که فقط از روی دوستی و رفاقت و صمیمیت بود. پایان پارت 9.